بچه ها چطوری؟ خوش اومدیم به ویدیو امروز و توی این ویدیو همونطور که قولشو داده بودم آنباکس لوازم آرایش داریم. من خودم که خیلی ذوقشو دارم، فقط نمیدونم چرا انقدر کوچیکه. بریم آنباکسشون کنیم و تستشون هم بکنیم. خب چیچکم به من پیوست. سلام. خب نمیدونم چی گفتم تا الان، ولی بریم بازش کنید. من اینجا یه چیز صورتی دارم میبینم. خب این صورتیه کاغذ دیدی گفتمشون آب نبات نوشته که مبارکت باشه قشنگم، عکس یادت حتما برشون عکس میفرستم. آخه انقدر دوست داشتم از اینا بگیرم، خودش اشانتیون برام فرستاد. اشانتیونمه تو هم شکلات ذوق بالملل. آجا وای پر شیلم دارم میبینم. همشون شیلم. خب درشون میارم دونه دونه اینجا میذارم که شما هم ببینید. این چیه؟ من اینجا این پدمه بچه ها، واسم غمگینشو گذاشته، من صورتیشو میخواستم. خب بریم شروع کنیم به آنباکس کردن. خب من بیارم بچه ها، یادم رفته بود که براش ها و بیوتی بلندرم بشونم که رنگ نداشته باشه، برم اونا رو سری بشونم میام. چیشک سخت مشغول تمیز کردن دوستان. من هر وقت اومدم تو این ویدیو جان از من کار نکشی. بچه ها اول از همه خب طبق چیز من یکم مرطوب کننده میزنم. این از نیواست، من واقعا ازش راضیم. مامانم این کاسه‌ای بود تو این توپی ریخته پوستمونو، فقط مرطوب کننده هست که آماده کنیم. چیزا میگه اول بوتین پوستی میگفتید بعد میکاپ. من میگم من میکاپ دوست دارم بچه‌ها. بعدم من چقدر میخوام آرایش کنم بچه‌ها. لوازم آرایشم من بذار بهتون قبل اینا نشون بدم. یه دونه تینت ژله‌ای، یه دونه خط چشم صورتی، مداد چشم صورتی، یه دونه برق لب داشتم. یعنی میکاپ من در همین حده. مثلا یه روژونه بزنم اینجوری نیستش که بیام همه رو بزنم. بعد واسه همین مثلا پرایمر میخوام چیکار، بیشتر از علی آقام گرفتم. بالم هم که دارم، مرطوب کنندم که زدم، پوزم آمای دست. خب بچه چند تا ایتم سیگلم داریم البته فیکن. خب این ویدیو نه تنها آنباکس لوازم آرایش منه، بلکه میخوام چه خبرته، بلکه میخوام بهتون بگم که اگه لوازم آرایش زیر 400 تومن 500 تومن میارزن یا نه. پس بدون اصل بزنید بریم. خب اولین آیتمی که من ازش میخوام شروع کنم کوشنه. این کوشنم از برند جوجو، اگه اشتباه تلفظ نکنم دیاری هست، دیاری هست، چون من فارسی هم خانم واسم میخواست چیز کنه نوشت جو دیاری، این زیر می‌نویسم. فارسی هم همون جوری نوشت. کوره‌ایه. آره این کوشن رو من خیلی تعریفش شنیدم. بچه خاطرم نیست. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. باز شد دیده شد آیا پسندیده شد. کاش نخون میگرفتم قبل این ویدیو میچسبم. ایوا اینجا بده من برات بزنم. نخون دادی؟ من این مدرسه نمیده بیشو. کوشن آبرسه هم کاملا بچه‌ها اونو بعد دار نخونه که بزنم. آها خب وای خدای من چرا نازه، وای خدای من روزنه پیجامه. بچه ها دو تا رنگ، مرسی ازم مرسی، دو تا رنگ برندی داشت. یکیش خیلی سفید بود، یکیش تقریبا شبیه پوست من بود. من اینی که شبیه تر پوستم بوده تقریبا. در من متوسطه رو بگیرید. این 22 بود کدش. داره خودش هم چیز پد داره. آره خیلی دوست دارم پتاشونو. بچه اینجا شروع جو دیاری. خب اینجا پدشو بنده. آره این درشو باز میکنیم خود کشه. بچه کشن خیلی ماتیه. آینه داره. آینه‌شو باز کنین. آینه‌شو باز کن. آینه داره. خب باشه آینه‌شو بعداً چیز میکنم. بچه من دیدم که این رنگ داد. این کشنه چیز فرق میکنه. بعد اینجا بزنی
اضافه شو بگیری بعد رو پوست بزنی. چقدر خوب رنگی انتخاب کردم. رنگت بده. عالیه. خب من واقعا به نظرم خیلی خوب میشینه رو پوست و کاوری من ازش نمیبینم. میبینید دیگه هر چی رو پوست من بود الانم هست، فقط یکم کم رنگ شده و باعث میشه که به نظر من طبیعی باشه. من که ازش راضیم. شاید که دلیل این که ازش راضیم اینه که خیلی ذوقش برام بیشتر زد. ریدی تو این که بیشتر. اینه کشف شد. آینش کنده شد. به افتضاح ترین آینه وجود ندار. خیلی زدم بچه. بیا. بده من خیلی خوبه. آینش خیلی با کیفیته. دیدم کانسیلرم اینه. کانسیلر پاپیونی گرفتم چون هیچ آیتم دیگه برای کانسیلر آنلاین شاپ نداشت و چون خیلی چیزای کیوتی بود من کانسیلر رو دیگه ترجیح دادم به چیزای کیوت دیگه که داره. وای خدا چقدر کیوت و بوجود عده میا کروشو در نیار. میا بچه امیدوارم رنگ خوبی گرفته باشم چون اینجا نگاه میکنی زیاد مشخص نیست. خیلی تیره ولی خوبه. بذار بلندش کنم. بچه ها خیلی رنگش واقعا بلند که میکنی خوبه ها. ببینیم. بیا آفیس داره کشنه. اینم پدشه. الا وای خواهی So beautiful. خیلی نازه. من بچه تا حالا تو عمرم فوتوفیکس استفاده نکردم. اینم چی؟ منم استفاده نکردم. اوچ. من درشو ببند کامل باز نکن. گفتم کامل باز نکن. کمی میزم تو درش. میخوره. میدونم بیت بنده خوب میخوره. میخوام به روش مرزیه اول رو پدم بردارم بعد رو دستم اضافیشو بگیرم و بعد بیارم رو صورتم. چیشک هایلایت دستشو بچه ها من اینجوری پودر زدم اضافیشو با چیز میگیرم. چون ببخشید من یه جایی به اون ورگام کنم رو برمون آینه است. آخه خیلی خوب خوش میشه. پودر بذار چیز کردید خیلی راضیم از پودره. یه دونم پد کانسیلرم بگیر. بیوتی بلندر برای کانسیلر میگم پد نمیگیرم. این چیه؟ این ژل ابروه. آره همه این ژل ابرو هم. این ژل ابرویی که گرفتم چون من هیچی برای چشم نگرفتم به دوستای. این ژل ابرو هم باز ته شیگلمه. میبینید روش این شیگلم. خیلی خوش کرد. کم بده. اوچ. همچین ما لیفت کنندگی ندیدیم. لیفت کردش. خوب داره میکنه نسبت بعد یه نه اینجوری هم بکن. چیز سرش بخوابه. آره ببین نسبت قیمتش بلندش نکردیم. نه تو هم بالاش اصلا بلند نکرد. نگاه خط قشنگ اینجا پیشونید. آره بابا اصلا هیچی معلوم نیست اینجا. خب ژل ابرو چیچک جون بفرمایید. وای وسطش حافظی گوشی من برده. هی تلقی نکنید بچه ها. من از لیفتش راضیم. یکی اینه. این 3 طبقه دو شیگلمه که اینطوریه. اوخی 3 طبقه داره با رنگ‌های مختلف دیگه. اینو که خودتون دیدید. خیلی ولی با احتیاط معلوم استفاده شه. خیلی مشخصه که زود خراب میشه. بریم برای روژون مایع پاپیونی که گرفتم. بچه من کل ذوقی که داشتم بیشترش واسه همین بود. خیلی دیدی گفتم پمپیه. من دیده بودم. خب بزنیم. مستقیم میزنم روی پوست. نه به نظر من بزنم چیز زیاد میزنه.
زیاد رنگ میده. فعلا که چیزی زیاد رنگ نکن. آها صدای اومدنش اومد. خیلی صورتیه. بزن چه Oh my gosh. خیلی خوشگله بچه ها. خیلی خوشگله. خیلی من کم زدم بچه ها. من اینو خیلی ذوقشو دارم. ولی وراشامون اصلا واسه رژگونه اینجا راحت‌تر باز میشه که از جلو. وراشامون اصلا واسه رژگونه پودری مناسب نیستن بچه ها. اصلا. شبیه کیک هری پاتره. خیلی کیوته. همش حالت آره کیکی. بگی دست اینجا هم یه دونه آینه داره. آفتمون همه چی آینه داره. اون بده من این دفعه آینه رو باز کنم. این مو داره نه خطایی روشه. بیا باز کن. اینم آینه شفافه فقط باید تمیز شه. بچه من میگم کجا رو داره نشون میده؟ بابا ما خیلی خریم. چرا؟ چون اول باید رژگونه رو می‌زدی بعد پودر فیکس رو می‌زدی. راست میگی رژگونه مایع بعد نداره. میکاپ به قول سبا میکاپ که خودت میکنی هیچ حد و مرزی نداره. سبا سوینو میگم بچه. راست. پیگمنتش خیلی کمه. خیلی خوشگل میکنه. میدونی چرا؟ اون رژگونه رو یه ذره خشکش میکنه بعد یه ذره رنگ رو هم بهش میده. بفرمایید عزیزم. بچه ها تا چی چک میزنه من آخرین آیتم برای رژگونه‌مون هم آنباکس میکنم که این رژگونه کوشنیه. اینو من آخرش اضافه کردم. فکر نمی‌کردم اینقدر کوچولو باشه. ببینید کوشنشه که شکل خودشه. بذار خیلی ولی جای انگشت کوشنش کوچیکه. اینم از این ور باز میشه. عین کوشنه دیگه. چسبیده بچه. اوچ نگاه کن. آینه هم داره. چه پیگمنت داره. پیگمنت خیلی زدم. داریم از رژگونه فراوان سراسر کنیم. خیلی رژگونه آیتما. سلام بابا. سلام بابا دارید بریم بچه سایه. بینیتونم بینیتونم دماغتونم بزنید کیوت میکنم شما. من نگاه کن کیوت شد. این پالت سایه هش خیلی رنگای فانتزی کم رنگی داره. من یه عالمه پالت سایه داشت. اون پالت سایه میسلارا بودن چه رنگی ها. اونا مدل‌های مختلفش داشت. ولی من اینو گرفتم. چرا؟ به خاطر اینکه توش قهوه‌ای کم رنگ داشت و من خیلی قهوه کم رنگی دوست دارم. اینم از میسلاراست بچه‌ها. جالبه. میسلارا همون رنگی بود که می‌خواستیم بگیریم. عجیبا غریبا. شما نیاز نیست داری از لوازم آرایشی مامانت استفاده کنی. یعنی خودت لوازم آرایشی داری. مامانت باید بیاد از لوازم آرایشی. آره. خیلی من چرا همش اینجوری میگم. بچه‌ها می‌بینید توسی داره. قهوه‌ای خیلی کم رنگ داره. یه سری شانی کوچیکم داره. یه تیف رنگی دیگه اینو داشت. زیاد نزن تموم میشه جان. با خریدم استفاده کنیم. من با براش نمیزنم خراب شه. آره اینجوری کمتر خراب میشه. رنگشو این بیشتر سفید طوره. من این از این برای خوش کردن پشت پلک میشه استفاده کرد. خب هم از هایلایترش هم بزن. خیلی خوش. هایلایتر رو تست نکردیم. هایلایتر اشرافی. خیلی من هایلایترش رو انقدر کمتر از ذره میزنم. انقدر خاطر اینکه اشرافیه. شکل از این اشراف های انگلیس رو داره. من اون زیاد دوست ندارم. چه در رو میبندی؟ بده نصف درش
تلفن باشه از خاطر مرسی از ایدای خوبت. شکست. خب چی کار داشتی میکردی تو؟ یه کاری داشتی میکردی؟ آها اونو داشت بازشون نگاه تو روی من گوشم حالت میکنم پکیجینگ هایلایتر از زیاد سر هایلایتر دیگه نده. اول تو تست کن هایلایتر. اوه پیگمنتو خیلی پیگمنت داره. تستش خوشگله. کم پشت پلکمون بزن. اینجا بینیت هم بزن. باشه. استخونی. آو چرا لب قشنگه. خب داین بچه اینو رنگای دیگه‌شو تموم کرده بود. اینو فقط داشت. اینو بیا همین الان بزن. خب روژ نمیخوای ولی بزنیم بعد روش بزنیم. آخه لیپ گلاس دیگه ای هم داریم. روژونه رو نزدیم. بچه ها یه دونه من واقعا متاسفم بر خودم بخاطر این همه روژونه ای که گرفتم. خیلی ولی نازه نیست. بعد اون پلت سایه که گرفتم همه یه سایه‌اش مثلا کم رنگ بودن ولی منم اینو دیده بودم. یکم پررنگ تره به من. خب بریم برای این. آره گفتم اینو رنگ فقط دو تا از رنگاشو داشت. یکیش این بود یکیش سر تموم میشه من نمیزنم. خب اون یکی رو بزن. خب اون یکی رو بزن. میره مزه لیمو میده. لیمو این بستنی لبه. اینم بوف کنی میده. تو مالی همش اینه. اینو تو اول تست کن. همه رو بیرنگه؟ نه فکر رنگ داره. من فکر میکنم کم رنگ داره. خب بچه این یه تینت سرامیکی تینت پاپیونیه. اینطوری خیلی پکیجینگش نویزه. بوزو نگاه تو روی من گوشت من با عمرک میکنم من موقع که ای تینت ویژگی بارز تینتو داره. بزن. نمیزنی از این؟ منم از اون میزنم. بابا بزن از اون. پاک میکنی. من اینو نمیزنم چون لیپ پلامپر رنگ نمیدونم چیه. ببینم. فکر کنم چیه. فرست کراش نوشته روش. نوشته فرست کراش. نمیدونم حالا اسمشو براتون میذارم. حالا دیروش نوشته فرست کراش. نگاه تو بچه سرفلزیشو نداشت. عادیشو داشت. منم عادیشو گرفتم. زیاد مهم نیست. جالب است. چطوری کار؟ چرا ولی رنگش هم تیره است؟ چه رنگی داره؟ من سیبیل کش برای خودش. من بزنم. خیلی بد زدم. بسته زیاد خوب نه. چرا بنفشه؟ خب خیلی زدی. اصلا رنگی که رو درش زده رو بچه مقایسه کنید. درش رو با رنگی که داره. خب رنگ لب من نکن. خیلی زدید با تینت هم چیز شد. حتی آیتم آخر من توضیح بدم. آیتم آخرمون که پکیجینگش هم خیلی قره مربوط به لبه. بازم حتما خیلی دیدینش. برق لب شاین لب چتری شیگلمه. اونو گرفتی؟ بعد همه چی چون صورتی بود من بنفشش رو گرفتم. من رو باید بگیرم. من اینو خیلی دوست داشتم. به خصوص فروغ میزد. اینجوری که راحت تنه. به خصوص فروغ که میزد من دوست داشتم. وای خسیله. بچه ها شیرینی زندگیم. همه بچه های باغ آشتیم. اونا رو از روی
منم بوی بهشت میده. خیلی دوست می‌کنم روژونه کم زدم. برو خودت تو آینه روژونه؟ آره. نگاه تو روی من گوشت قسکله بچه ها من خیلی معذرت میخوام برای این غیاب طولانی 2 هفته 3 هفته‌ای که داشتم. واقعا یهو مدرسه ها شروع شد، من دیگه نتونستم. منم همچنین. بچه اگر ویدیوی منم نگاه میکنید واقعا ببخشید، من ویدیویی ندارم بذارم داخل پیج، یا حال ندارم ادیت کنم، یا خیلی درس دارم، یا خیلی امتحان دارم، نمیتونم. آره و واقعا ببخشید، ولی از این به بعد قول میدم به خاطر این غیبت طولانی که داشتم هر روز وسط شورت بذارم و به هیچ عنوانم هفته یه بار ویدیو لانگم جمعه ها بعد کومانتون یادتون نره بیاد ببینید. من یادم نمیره بذارم، شما یادتون نره بعد کومان بیاید ببینید. هفته بعد نقد میکنم اینا رو و بهتون میگم ارزش خرید دارن یا نه. پس الان وقت چیه؟ چی چک برداره؟ الان وقت بچه ها مرسی که تا اینجای ویدیو با همراهم بودید. بگو منتظرم تو بگی. لایک کن، سابسکرایب فراموش نشه. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی خداحافظ.